اداره 5 ولسوالی مرزی افغانستان کوف، شکای، نوسای، ماهیمای و خواهان را به مهدی ارسلان نام یک جنگی زاده تاجیکستان سپردند. این منطقه ها را در درواز تاجیکستان تنها رود آمو جدا می کند. به گفته یک شاهد پرچم طالبان را در مرز با تاجیکستان مهدی ارسلان نصب کرده است. سخنگوی طالبان در صحبت با رادیوی آزادی بودن شهروندان تاجیکستان در صف طالبان رد کرد. ذبیح مجاهد پیروان خبرها درباره در منطقه های هممرز با تاجیکستان جابجا کردن جنگجویان تاجیکستانی گفت این نیاز به تحقیق دارد. ما تازه به این بخش ها حاکم شدیم. ما اجازه نمیتیم که شهروندان خارجی از نام ما استفاده کنند. ما تحقیق میکنیم. اگر آنها را پیدا کردیم از کشور خود خارج میکنیم. بنا به اطلاع رادیوی آزادی مهدی ارسلان در اصل محمد شریپوف ساکن دهه شیربگیان جماعت سفید چشمه نویه نورآباد شرق تاجیکستان است. یک نماینده نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز گفته است که قبلا این معلومات دسترس شده بود که شهروندان تاجیکستان با رهبری محمد شریپوف در آن سوی مرز قرار دارند. این منبع همچنین مسئول مناطق با تاجیکستان هم مرز افغانستان تعیین شدن مهدی ارسلان را تصدیق نموده گفت تا امروز شخصیت نزدیک به 200 شهروند تاجیکستان در گروه او شناسایی کردند. دسته او در نبردهای اخیر طالبان در بدخشان افغانستان شرکتی گسترده داشت، ولی اسمش پیشتر ماه نوامبر سال 2020 در پی نشر ویدیوی قتل بی‌رحمانه 24 سرباز و افسر حکومتی افغانستان در ناحیه مهمه صورت یافت. در ویدیو اعضای دسته با لهجه خاص تاجیکان تاجیکستان تهدید میکردند که روزه به تاجیکستان نیز حمله خواهند کرد. به گفته مقامات مهدی ارسلان یا محمد شریپوف که حالا 25 ساله است حدود 7 سال پیش به انصارالله پیوسته است. پدر او میرخواجه شریپوف از شریکان امرالدین تبارف مؤسس انصارالله میدانند. دختر این خانواده با پسر تبارف ازدواج کرده است. مقامات میگویند میرخواجه با یک پسرش سال 2011 در عملیات ضد دسته ملا عبدالله در منطقه رشت کشته شد. گروه انصارالله که اکنون مقامات افغان و مردم محلی از آنها طالبان تاجیکی نام میبرند از جانب امرالدین تبارف یک عضو سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تأسیس یافته است. تبارف شرایط سال 1990 بین مخالفین و حکومت را نپذیرفت و به افغانستان رفته جماعت انصارالله را تشکیل کرد. در اول به این سازمان شخصان جمع آمدند که سازشنامه صلح حکومت و مخالفان را در تاجیکستان نپذیرفتند. حالا صف آن را نسل دوم و اکثرا فرزندان نسل اول اعضای انصارالله تشکیل میدهند. از جمله محمد شریپوف را نیز از نسل دوم میدانند. این دسته در سالهای گوناگون در افغانستان و پاکستان با حرکت اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان، اتحاد جهاد اسلامی، جندالخلیفه، القاعده و طالبان همکاری کرد. سال 2019 دو پسر اساسگذار انصارالله در افغانستان از سوی نظامیان امریکایی بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدند. بنا به خبرها خود تبارف در سال 2015 یا 2016 در شمال افغانستان کشته شده است.